توی شورت ویدیوهای قبلی بهت گفتم کریپتو چیه، فارکس چیه، چه تفاوتایی دارن و بر اساس شخصیتت کدوم به دردت میخوره و همچنین اصطلاحات مهم هر کدومم بهت گفتم. در این شورت ویدیو میخوام بهت بگم که برای شروع درآمدزایی در بازار کریپتو چه پیش نیازهایی رو لازم داری و باید اونها رو داشته باشی و بعد درآمدزایی تو شروع بکنی. در وهله اول شما نیاز به لپتاپ یا پی سی دارید که ترید و تحلیل‌های خودتون رو اونجا انجام بدید. تو وهله دوم نیاز به علم و مهارتش داری که اگر بلد نیستی کامل‌ترین دوره آموزشی ارز دیجیتال در ایران رو براتون ضبط کردم که در کانالم هستش، حتما این سری بهش بزنید تحت عنوان فونداسیون کریپتو، حتما چکش بکنید. و در وهله سوم شما نیاز به سرمایه اولیه دارید که سرمایه اولیه بازار ارز دیجیتال نسبت به فارکس خیلی کمتره و میتونید با 10 تا 20 دلار یعنی حدوداً 1 میلیون تا 2 میلیون استارت درآمدزاییت رو بزنید. حالا چهارمیشو تو این پایین بهم بگو.